به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم همگیتان خوب، صحتمند، سالم و سرحال باشین. بخیر به درس امروز حاضر شده باشین و آماده یک درس جدید باشین. شاگردان نازنینی که در صنف هستین همتون خوب هستین؟ بخیر آمدین به صنف؟ بله. بسیار عالی، شما را خوش آمدید میگم به یک درس دیگه. ما در مضمون کیمیا در صنف نهم ما امروز به ادامه درس های قبلی خود یک درس جدید را در مضمون کیمیا میخوانیم و از همین طریقه میتونیم با یک موضوع جدید در علم کیمیا هم آشنا شویم. همون قسمی که همه شما عزیزان میفهمید ما در درس های قبلی در مورد تعاملات تعویضی در مرکبات عضوی صحبت کردیم. فهمیدیم که تعاملات تعویضی بیشتر در مرکبات عضوی و بیشتر در هیدروکربن های مشبوع صورت میگیره، یعنی در الکان ها بیشتر تعاملات تعویضی صورت میگیره و در کل تعاملات تعویضی و تعاملاتی گفته میشه که دو یا چند اتم عناصر مختلف شامل یک مرکب جای خود را به همراه دو یا چند اتم های عناصر مرکبی که همراهش وارد تعامل میشه تبدیل کنه، جای خود را تعویض کنه و مرکبات جدید را بسازه. همین تعامل عبارت از تعامل تعویضی هست. مثال هایش را روز قبلی با هم دیگه کار کردیم. همین قسمی تعامل بنزین را هم فهمیدیم که بنزین هم از جمله هیدروکربن هایی هست که بیشتر تعاملات تعویضی را انجام میده. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. اگر بنزین همراه با تیزاب شوره وارد تعامل شود، نیتروبنزین حاصل میشه که یک تعامل تعویضی هست و محصول تعامل از اثر یک تعامل تعویضی حاصل شده. یا اگر بنزین به همراه یک هالوژن وارد تعامل شود، مشتقات هالوژندار بنزین را تشکیل میده، کلروبنزین ایجاد میشه. مثلا اگر امر کلورین تعامل کنه کلروبنزین، اگر امر برومین تعامل کنه بروم بنزین تشکیل میشه که مشتقات هالوژندار بنزین از اثر تعامل تعویضی بنزین با همراه هالوژن ها حاصل میشه. امروز در مورد یک نوع دیگه از تعاملات صحبت میکنیم. عنوان درس امروز ما تعاملات جمعی در مرکبات عضوی هست و این درس ما شامل صفحه 66 و 67 کتاب کیمیا هست. به شکل کلی اهداف ما در درس امروز این هست که بفهمیم تعاملات جمعی در مرکبات عضوی به چه نوع تعاملاتی گفته میشه و تعاملات جمعی در کدام نوع مرکبات عضوی بیشتر صورت میگیره و مثال هایش را با هم دیگه کار کنیم. از شما میخوایم که مثل همیشه قلم و کتابچه‌تان پیشتان باشه، نکات مهم درس امروز را یادداشت کنید تا زمانی که درس امروز تمام میشه به اهداف خود برسیم. خب شاگردان عزیز، اگر بخوایم براتون تعاملات جمعی را تعریف کنم، تعریفش کاملا مشابه با تعاملات جمعی در مرکبات غیر عضوی است. همون قسمی که شما در صنف‌های پایین‌تر یعنی در صنف هفتم و هشتم این موضوعات را خواندین. در کل تعاملات جمعی به نوعی از تعاملات گفته میشه که دو یا چند مولکول مواد مختلف با همدیگه یکجا میشه و در نتیجه مواد جدید و مرکبات جدید را تشکیل میده. در مرکبات عضوی موضوعی که وجود داره این است که تعاملات جمعی بیشتر در هیدروکربن های غیر مشبوع صورت میگیره. همون قسمی که روز قبلی گفتیم تعاملات تعویضی بیشتر در هیدروکربن های مشبوع صورت میگیره، تعاملات جمعی بیشتر در هیدروکربن های غیر مشبوع صورت میگیره. هیدروکربن های غیر مشبوع با هیدروکربن های گفته میشن که بین کربن هایش روابط اشتراکی دوگانه و سه‌گانه موجود باشه. پس تعاملات جمعی هم در مرکبات عضوی صورت میگیره، بیشتر در مرکبات عضوی صورت میگیره که بین اتم های کربنش روابط اشتراکی چندگانه یعنی دوگانه یا سه‌گانه موجود باشه. و یا در کل اگر راحت تر بخوایم بگوییم تعاملات جمعی در مرکبات عضوی بیشتر در هیدروکربن های غیر مشبوع صورت میگیره. اگر بخوایم براتون یک مثال کار کنم، خب شاگردان اگر بخوایم براتون مثال کار کنم، به طور مثال یکی از مرکبات غیر مشبوع سلسله الکین ها را در نظر میگیریم، ایتیلین را در نظر میگیریم. شما میفهمین که ایتیلین دارای فرمول مشرح یا فرمول ساختمانی CH2 دو رابطه CH2 هست. نامی مرکب چی هست؟ نامی مرکب ایتیلین هست. ایتیلین در کدام سلسله شامل هست؟ اولین مرکب سلسله چی هست؟ اولین مرکب سلسله الکین ها می باشه. هرگاه ایتیلین به همراه
کلورین وارد تعامل شود، شما میفهمید که در طبیعت کلورین به شکل چند اتمی دریافت میشه. در طبیعت کلورین به شکل 2 اتمی دریافت میشه. اگر ایتیلین به همراه کلورین وارد تعامل شود، بیاین قبل از اینکه این موضوع رو براتون کار کنم، شما فهمیدین که ایتیلین مربوط به سلسله الکین ها است. یک بار براتون نوشته کنم ایتان را CH3CH3. هرگاه ایتان به همراه کلورین وارد تعامل میشد، به همراه چی؟ به همراه کلورین وارد تعامل میشد، یک اتم هیدروژن از این قسمت جای خود را به همراه یک کلورین تعویض میکرد. یک تعامل تعویضی بینشان صورت میگرفت. ایتان یک هیدروکربن مشبوه از سلسله الکان ها می باشد. در نتیجه داشتیم CH3CH2Cl به همراه HCl، یک تعامل تعویضی انجام میشه. روز قبلی را خواندیم. حالا اگر ایتیلین که یک مرکبی از سلسله الکین ها از بین کربن های رابطه اشتراکی دوگانه وجود داره، CH2 رابطه اشتراکی دوگانه بینشان وجود داره، به همراه کلورین وارد تعامل شود، چون مرکب از جمله مرکبات هیدروکربن های غیر مشبوه هست، پس تعامل تعویضی نمی باشه که جای یک هیدروژن به همراه کلورین تعویض شود. تعامل یک تعامل جمعی می باشه، یعنی مولکول های مواد مختلف با همدیگه یک جا میشه. به طور مثال ببینید در این قسمت اگر من این فرمول را مشرح تر نوشته کنم، کربن رابطه اشتراکی دوگانه با کربن داره و هر کربن با 2 هیدروژن رابطه اشتراکی یگانه داره. هر کربن با هیدروژن رابطه اشتراکی یگانه داره. هرگاه به همراه کلورین وارد تعامل شود، کلورین که در طبیعت به شکل 2 اتمی دریافت میشه، در این قسمت تعامل تعویضی نمی باشه که جای هیدروژن به همراه کلورین تبدیل شود. کاری که انجام میشه این است که یک کلورین با یک کربن رابطه اشتراکی یگانه برقرار میکنه و کلورین دومی هم با کربن دومی رابطه اشتراکی یگانه برقرار میکنه. به چه شکلی؟ به شکلی که کلورین از قبل با 2 تا هیدروژن رابطه اشتراکی یگانه داشت، با یک کلورین هم رابطه اشتراکی یگانه ایجاد میکنه. کربن دومی هم با 2 هیدروژن از قبل رابطه اشتراکی یگانه داشت و در این قسمت با کلورین هم یک رابطه اشتراکی یگانه ایجاد میکنه. بیاین تعداد روابط کربن را در این مرکب ببینیم. کربن داره چند رابطه اشتراکی هست در این قسمت؟ یک رابطه اشتراکی یگانه به همراه کلورین جدیداً ایجاد کرد. 2 رابطه اشتراکی یگانه هم به همراه هیدروژن از قبل داشته. کربن دومی هم به همین شکل 2 رابطه اشتراکی یگانه به همراه هیدروژن از قبل داشت و یک رابطه اشتراکی یگانه همراه با کلورین جدیداً ایجاد کرده. 3 رابطه هر کربن داره، یعنی کربن 3 الکترون خود را به اشتراک گذاشته توسط 3 اتم عناصر مختلف. فقط یک رابطه اشتراکیش باقی میمونه، یعنی یک الکترون در مدار آخرش باقی میمونه که او را باید به اشتراک بگذاره. بدن رابطه اشتراکی دوگانه از این قسمت به رابطه اشتراکی یگانه تبدیل میشه. این موضوع رو باید کاملا مد نظر بگیرین که هرگاه یک مرکبی که دارای رابطه اشتراکی دوگانه باشه به همراه یک هالوژن وارد تعامل شود، تعاملی که بینشان صورت میگیره تعامل جمعی هست، یعنی مولکول مواد مختلف با همدیگه یکجا میشه، جاهایشان تبدیل نمیشه مثل مرکبات مشبوه یا مرکبات هیدروکربن های مشبوه. تعامل تعویضی بینشان صورت نمیگیره. تعامل چه نوع تعامل میباشه؟ تعامل جمعی می باشه و در تعامل جمعی زمانی که مولکول مرکبات مختلف با همدیگه یکجا شود، رابطه اشتراکی دوگانه به رابطه اشتراکی یگانه تنزیل پیدا میکنه یا رابطه اشتراکی دوگانه به رابطه اشتراکی یگانه تبدیل میشه، چون که هر کدام از این کلورین ها هم به همراه کربن یک رابطه اشتراکی یگانه تشکیل میده و اگر شما باز هم رابطه اشتراکی دوگانه را بین کربن و کربن نوشته کنید یا ایجاد کنید، در اون صورت تعداد روابط اشتراکی کربن
کربن به 5 رابطه اشتراکی میرسه که کربن نمیتونه 5 رابطه اشتراکی برقرار کنه، چون در مدار آخر خود 4 الکترون داره و تنها 4 الکترون خود را به اشتراک گذاشته میتونه. بنابراین هرگاه دیدین در جای مرکبی وجود داشت که دارای رابطه اشتراکی دوگانه بود، به همراه کلورین، به همراه برومین، به همراه هر نوع هالوژن دیگه ای، اگر وارد تعامل شود رابطه اشتراکیش به رابطه اشتراکی یگانه تنزیل پیدا میکنه و همین قسم با همون هالوژن رابطه اشتراکی یگانه را تشکیل میده. خب اگر در این قسمت مشکلی ندارین که یک مثال دیگه با هم دیگه کار کنیم. کسی مشکلی داره؟ نه خیر استاد. بسیار خوب. حالا که مشکلی ندارین بیاین ببینید اگر همین ایتیلین که بین اتم های کربنش رابطه اشتراکی دوگانه وجود داره و از جمله هیدروکربن های سلسله الکین ها است، هیدروکربن های سلسله الکین ها و از جمله هیدروکربن های غیر مشبوه هست، هرگاه به همراه هیدروژن وارد تعامل شود چه محصولی به دست می آید؟ CH2 دو رابطه CH2. یا بیاین بهتر است با شکل مشرح‌تر فرمول را نوشته کنیم تا شما ببینید که روابط چگونه تشکیل میشه. کربن به همراه 2 هیدروژن رابطه اشتراکی یگانه، به همراه کربن رابطه اشتراکی دوگانه، کربن دومی هم به همراه 2 هیدروژن رابطه اشتراکی یگانه داره. به همراه هیدروژن اگر وارد تعامل شود، هیدروژن هم شما میفهمید که یکی از عناصری است که در طبیعت به شکل 2 اتمی دریافت میشه، پس میتونیم که هیدروژن را هم به این شکل نوشته کنیم که بینشان روابط اشتراکی چندگانه وجود داشته باشه، بینشان روابط اشتراکی یگانه وجود داشته باشه. حالا در این تعامل باز هم میبینیم که مرکب از جمله هیدروکربن های غیر مشبوه سلسله الکین ها است. نام مرکب چی هست؟ همه ما میفهمیم که نام این مرکب ایتیلین میباشه. در این قسمت یک هیدروژن بالای یک کربن نصب میشه، هیدروژن دومی هم بالای کربن دومی نصب میشه. شما دوباره 2 کربن را نوشته میکنید در محصول تعامل، 2 کربن را. 2 رابطه اشتراکی از قبل با 2 هیدروژن داشت. 2 رابطه اشتراکی از قبل هر کربن با 2 هیدروژن داشت. جدیداً زمانی که با هیدروژن وارد تعامل شده یک رابطه اشتراکی یگانه هر کدام از کربن ها با هیدروژن هم ایجاد میکنه. تعداد روابط کربن را حساب کنیم. 1 2 3 1 2 3. هر کدام از کربن ها یک رابطه اشتراکی یگانه با هیدروژن داره. جمعاً روابط اشتراکی هر کدام از کربن ها 3 رابطه اشتراکی می باشه. یک الکترون باقی مانده شان باید که رابطه اشتراکی یگانه را ایجاد کنه تا در نتیجه هر 4 الکترون خود را به اشتراک بگذاره. بنابراین رابطه اشتراکی دوگانه به رابطه اشتراکی یگانه تبدیل میشه. پس شما باید این موضوع را کاملا فهمیده باشین که هرگاه یک مرکب عضوی که بین اتم های کربنش رابطه اشتراکی دوگانه وجود داشته باشه، زمانی که با یک هیدروژن یعنی یک مولکول هیدروژن و یا با یک مولکول کلورین و یا هر هالوژن دیگه وارد تعامل شود، رابطه اشتراکی دوگانش به رابطه اشتراکی یگانه تبدیل میشه. یعنی در کل هیدروکربن های غیر مشبوهی که دارای رابطه اشتراکی دوگانه هستند، زمانی که با هیدروژن و یا یکی از هالوژن ها وارد تعامل میشه با هیدروکربن های مشبوهی که بین اتم های کربنش رابطه اشتراکی یگانه هست تبدیل میشه. این موضوع را باید کاملا شما درک کنید و از همین قسمت بفهمید که هرگاه هیدروکربن های غیر مشبوهی که داره رابطه اشتراکی دوگانه هست به همراه هیدروژن و یا یکی از هالوژن ها وارد تعامل شود، هیدروکربن هایی به دست میآید که مشبوه هستند و بین اتم های کربنش رابطه اشتراکی یگانه وجود داره. یک مثال دیگه هم میخوایم براتون کار کنم تا با این مسئله کاملا آشنا شوین، چون تنها 2 مثالی که با هم دیگه کار کردیم در مورد ایتیلین بود که شما فکر نکنید تنها ایتیلین میتونه رابطه تعاملات جمعی را انجام بده. یکی از مرکبات سلسله الکین ها را با هم دیگه در نظر میگیریم. بجز ایتیلین یک مرکب را به طور مثال با 4 کربن در نظر میگیریم. CH3 CH دو رابطه CH CH3.
نام این مرکب را کسی از شما به من گفته میتونه که نام این مرکب چیست؟ مرکب را میبینید که رابطه اشتراکی دوگانه بین اتم های کربنش وجود داره، دارای 4 اتم کربن هست. نامش بسیار یک نام ساده هست دیگه. با گفتن این موضوع که بین اتم های کربنش رابطه اشتراکی دوگانه، یک رابطه اشتراکی دوگانه وجود داره و 4 اتم کربن داره، حتما نامش را میفهمید. نام این مرکب هست بیوتین. پسوند ANE در الکان ها در زمانی که مرکب الکین باشه پسوند ANE الکان ها به ENE تبدیل میشه، نامی مرکب بیوتین هست. خب زمانی که بیوتین یعنی CH3 CH دو رابطه CH رابطه CH3 به همراه آیودین وارد تعامل شود. آیودین را شما میفهمید که یکی از عناصری هست که در جدول دوره‌ای عناصر در گروه هفتم قرار داره، از جمله هالوژن ها هست، در طبیعت به شکل 2 اتمی دریافت میشه. به همین خاطر به این شکل براتون نوشته کردم. حالا زمانی که میبینید یک هیدروکربن غیر مشبوع که بیوتین هست، بین اتم های کربنش یک دانه رابطه اشتراکی دوگانه وجود داره، به همراه یک هالوژن وارد تعامل میشه، به همراه آیودین وارد تعامل شده. نوعیت تعامل را اگر تشخیص بدین چه نوع تعامل می باشه؟ بدون شک نوعیت تعامل جمعی هست و در نتیجه یک آیودین بالای یک کربنی که رابطه اشتراکی دوگانه را تشکیل داده نصب میشه یا رابطه اشتراکی یگانه به همراهش تشکیل میده و یک آیودین هم همراه با کربن دومی که رابطه اشتراکی دوگانه داره یک دانه رابطه اشتراکی یگانه تشکیل میده. محصول این تعامل را در پایینش براتون نوشته میکنم. محصول این تعامل به این شکل می باشه. بیاین مشرح‌تر براتون رابط را نوشته کنم تا بهتر بفهمید. CH3 یعنی کربن به همراه 3 تا هیدروژن. CH یعنی کربن به همراه چند تا هیدروژن؟ یک دانه هیدروژن. یک تا آیودین هم یا در این قسمت نصب میشه یا در این قسمت رابطه اشتراکی یگانه را تشکیل میده و در این قسمت فعلا رابطه را نوشته نمی کنیم. CH یعنی یک کربن به همراه یک هیدروژن رابطه اشتراکی یگانه داره، یک آیودین دیگه هم همراهش رابطه اشتراکی یگانه تشکیل میده و CH3 به معنی است که یک کربن با 3 دانه هیدروژن رابطه اشتراکی یگانه را تشکیل داده یا یک الکترون خود را به اشتراک گذاشته. خب بیاین تعداد روابط کربن را در این قسمت که رابطه بین دو کربن نامشخص هست حساب کنیم. 1 2 3 رابطه اشتراکی یگانه کربن اولی داره. 1 2 3 رابطه اشتراکی یگانه هم کربن دومی داره. بدن یک رابطهشون باقی مونده یا یک الکترونشون باقی مونده که هر دوشون هم یک الکترون باقی مونده را بین خود به اشتراک بگذارن تا تعداد روابط کربن که 4 رابطه اشتراکی هست تکمیل شود. در نتیجه میبینیم که رابطه اشتراکی دوگانه به رابطه اشتراکی یگانه تبدیل شد و تعامل یک تعامل جمعی هست، یعنی مرکبات مختلف، مولکول مرکبات مختلف با همدیگه یکجا شد، یک مرکب جدید را ایجاد کرد. نامگذاری این مرکب قسمی صورت میگیره که کربن ها شماره گذاری میشه 1 2 3 4. بعد شماره کربن هایی گرفته میشه که در او هالوژن وصل هست یا هالوژن رابطه اشتراکی یگانه داره. 2 و 3 نوشته میکنیم 2 3. چند دانه آیودین با کربن ها رابطه اشتراکی یگانه داره؟ 2 دانه. پس میگیم 2 3 دای آیودو. نام مرکب چی هست؟ 1 2 3 4 مرکبی با 4 اتم کربن که روابط اشتراکیش همش روابط اشتراکی یگانه باشه نامش چی است؟ 2 3 دای آیودو بیوتان. پس بنده ENش دوباره به ANE تبدیل میشه چون در این قسمت هیدروکربن مشبوه هست. بین اتم های کربن رابطه اشتراکی یگانه وجود داره. شاگرد عزیز درس ما هم در همین قسمت به پایان میرسه. امیدوار هستم که شما درس امروز را یاد گرفته باشین. کسی در درس امروز سوالی یا مشکلی داره؟ نه خیر استاد. بسیار عالی. خب شاگرد عزیزی بود از درس امروز ما. امیدوار هستم که درس امروز را یاد گرفته باشین، فهمیده باشین که هیدروکربن های غیر مشبوعی که دارای رابطه اشتراکی دوگانه بین اتم های کربنش هست چگونه تعاملات جمعی را انجام میده. در این درس با شما کارخانه‌ای که دارم این هست که در کتابچه هایتان نوشته میکنید هیدروکربن های غیر مشبوع سلسله الکین ها چگونه
تعاملات جمعی را انجام میده. این سوال را در کتابچه هایتان حل میکنید. 2 مثال هم خودتان نوشته کرده و تعاملش را انجام میکنید. تعاملاتی که در صنف انجام داده بودیم را هم تکرار میکنید، درس ها را هم تکرار میکنید، مشکلاتتان را یادداشت میکنید و روز بعدی از من میپرسین. تا روز بعدی که دوباره مضمون کیمیا داریم، همه شما را به خداوند بزرگ و بی‌نیاز میسپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.